сегодняшнего заседания будут записаны в протокол заседания, высланы всем вам. کارهای زیاد به انجام رسانیده شد و در حقیقت معلوم گردید که در همه منطقه تاجیکستان وقتی که در دهه آب نیست مشکلات پیش از همه برداشت زنان و برداشت کودکان است. خود من به واسطه در چند پرسشنامه هم در منطقه کلوب مخصوص در ناحیه تیمورملی و هم در ناحیه رودکی شرکت ورزیدم و زنانی که از مسافه دور از 1 کیلومتر و از اون زیادتر آب میکشند آنها از آن اظهار نگرانی کردند که وقتی زیاد آنها صرف می شود آنها گرفتار بیماری ستومهره، بیماری های زنانه، دق نفس و دیگر بیماری ها گشتند و اینچنین گفتند که آنها را در کشاندن آب زیادتر کودکان کمک میرسانند و البته این به تاثیر کودکان نیست تاثیر منفی میرسانند. خوشبختانه سالهای اخیر در مسئله گندر با آب در تاجیکستان نیز توجه خاصه ظاهر شده است ولی تا حال مشکلات درباره جلب زنان در اداره کنی آب باقی مانده است. امروز در بسیار ناحیه‌ها وقتی که در یگان دهه آب میگذرانند حتما در اونجا از سطح استفاده برندگان آب تشکیل میکنند که چند فایز آنها را زنها نیز تشکیل میکنند، یعنی زنان را جلب میکنند در این اساتید ها و آنجا نیز زنان زیادتر به جمع‌آوری مبلغ ها مشغولند و بردن کارهای ترغیباتی در مسئله های بهداشتی مشغولند ولی تا حال شماره زنهایی که رهبری از سطح استفاده برندگان آب باشند یا کمیته آب باشند کمند. خب من درباره رهبری زنها در اداره های آب و کاریزی ناحیه‌ها جای سخن نیست، شاید زنها باشند ولی اونجا به حیث شاید در سایه اقتصاد کار کنند یا در شعبه عمومی کار کنند اما به واسطه به حیث راهبر یا مهندس یا یک نفری که با آب سر کار دارد باعث افسوس است که نیست.